مازجته سلامة الأذواق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتحسني ذكر المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق. فالناس هذا حظه مال وذاك مكارم الأخلاق. يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی و علاقمندان برنامه خلق عظیم، خدمت تک تک شما گرامیان و سروران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که سر حال و شادکام بوده باشید. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های خودتان در خدمت شما گرامیان هستیم و به اجازه شما خدمت جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری کارشناس برنامه نیز عرض سلام و ادب و خوش آمد دارم. سلام علیکم. تشکر جناب استاد بزرگوار. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. تشکر جناب مولانا صاحب بزرگوار. خب بینندگان ارجمند و گرامی، طوری که واقف هستید ما در جلسه گذشته این برنامه صحبت‌هایی داشتیم در ارتباط با حسن ظن نسبت به الله متعال، گمان نیک نسبت به پروردگار و آفریدگارمان و خوشبینی نسبت به خالقمان، و وعده نمودیم که در جلسه بعدی که همین جلسه است ان شاء الله صحبت‌های خواهیم داشت در مورد حسن ظن یا گمان نیک یا خوشگمانی نسبت به مردم، نسبت به عموم مردم، طیف‌های مختلف جامعه. چون اگر به یاد داشته باشید در برنامه گذشته گفتیم که بخش از مشکلات ما و خصوص در عرصه روابط، چه روابط فردی باشه چه روابط گروهی باشه، برمیگرده به بدگمانی، عدم خوشبینی نسبت به یکدیگر. خب جناب مولانا بزرگوار، اگر اجازه بدهید من سوال اول خدمت شما مطرح کنم که با وجود اینکه وقایع و حوادث و معاملاتی که در جامعه رایج است یا در اطراف و دور بر ما میبینیم، چه روابط گروهی باشه چه فردی باشه، فرد را، من انسان را وادار میسازه که نسبت به هم نوعم بدگمان باشم، لااقل در عصر حاضر، در عصر کنونی. اما چرا ما میگیم که نه، باید خوشبین باشیم، باید خوشگمان باشیم، باید حسن ظن داشته باشیم نسبت به یکدیگر؟ اهمیت این ناشی از چیست؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله العظيم. حقیقتا در این زمان و شرایط چیزی که لازم و ضروری هست بیان مسئله حسن ظن. حسن ظن یا همان گمان نیک به همدیگر، اگر ما
از اهمیت این و از جایگاه این بگوییم همین قدر کافی است که اشاره کنیم که فرمان الله سبحانه و تعالی هست که ما را دستور میده به حسن ظن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را متوجه میسازن نسبت به حسن ظن و ما را الله سبحانه و تعالی بیم میده از سوء ظن و رسول صلی الله علیه و سلم ما را متوجه میسازن از قضیه سوء ظن. مسئله حسن ظن و گمان نیک، قبل از این که من به اهمیت این اشاره بکنم، اصلا خود ظن و گمان چی معنا هست؟ ظن و گمان همان مسئله قلبی است که نشأت میگیره از قلب نسبت به برادر مسلمان، نسبت به اینکه شخص چگونه دارای چی اعمالی هست و چی کرداری هست و بیای قضاوت کنه نسبت به اعمال و افعال دیگران. و اگر این قضاوت نیک و به وجه احسن بود میشه همان حسن ظن. و اگر این قضاوت، گفتیم قضاوت قلبی هست یا مثبت و منفی بگیم، اگر این قضاوت که بدون دلیل بود، بدون بینه و شاهد بود، این قضاوت میشه سوء ظن. الله سبحانه و تعالی در قرآن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث، الله سبحانه و تعالی در آیه مبارکه در سوره حجرات میفرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا، ای اهل ایمان شما اجتناب کنید، پرهیز کنید از چی؟ میفرمایه کثیرا من الظن، از بسیاری از گمان ها. چرا؟ ان بعد الظن اثم، بعضی از این گمان ها گناه هست، معصیت هست. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث، یعنی بزرگترین دروغ چی هست؟ همان ظن و گمان بدی که نسبت به دیگران باشه. پس به این جناب استاد بزرگوار که یک انسان مؤمن و یک انسانی که داخل شده به مکتب اسلام و قرآن، الله سبحانه و تعالی میخواد که این انسان کاملا تربیت کنه. یعنی مکتب اسلام یک مکتبیه که پیروان خود را و اتباع خود را از هر نوعی از اعمالی که در جوارح هست، از اعمالی که افعال باشه، اقوال باشه، همه اینها رو میخواد که ترمیم کنه و میخواد که یک انسان شایسته بسازه. پس بناهن مسئله حسن ظن، فرمان الله سبحانه و تعالی، فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اما اگر عکس بیاییم، عکس وقتی که سوء ظن، وقتی حسن ظن به وجود نیامد سوء ظن میآیه. خب سوء ظن که آمد، خب عواقب خطرناک داره. الله سبحانه و تعالی چقدر ما را از تهمت برحذر می‌داره، از مسئله حقد برحذر می‌داره، از مسئله کینه و بغض و عداوت و اینها برحذر می‌داره. خب وقتی حسن ظن نشد، سوء ظن شد، اینها همه از عواقب سوء ظن هست. میخوام جناب استاد بزرگوار در این باره بیشتر روشنی بندازیم که متاسفانه در بین جامعه امروزی ما حسن ظن خیلی کم شده. اکثرا و اغلبا میبینیم که بر سوء ظن هستن، بر گمان بد هستن نسبت به برادر مسلمان خود، نسبت به خواهر مسلمان خود، نسبت در عرصه های مختلف. که البته این خود به خود سوال مطرح میکنه که چرا؟ علت چیست؟ دلیل چی است؟ چرا حسن ظن، چرا گمان بد در میان افراد جامعه؟ چی گمان بد در میان اهل یک فامیل و یک خانواده باشه، چی در میان یک اجتماع کوچک باشه، چی گسترده تر در یک جامعه بزرگ باشه؟ چرا؟ علت چیست؟ که چرا سوء ظن غالب شده نسبت به حسن ظن؟ البته این به بین افرادی که از لحاظ ایمانشان ضعیف هست،
یک نکته دوم عدم علم و اینهاست، یعنی جهل آمده جای علم را گرفته و اشخاصی که سوء زن دارن، یعنی سوء زنشان غالب آمده نسبت به حسن زنشان، اینها کسانی هستند که از مسائل دین کمتر آگاهی دارن. مسائل قرآن، الله سبحانه و تعالی در قرآن وقت اشاره میکنه یا ایها الذین آمنو، یعنی اهل ایمان رو متوجه میسازه که ای اهل ایمان، شما چی وقت میتونیم حسن زن داشته باشیم؟ تا ایمان شما ایمان قوی بشه، تا علم شما علم درستی بشه، نسبت به عواقب سوء زن انسان ها نمیدانن که چی عواقبی داره و نتایج حسن زن انسان ها نمیدانن که اینها چی نتایجی داره. پس بناهن اینها همه علت و عواملیه که در بین جامعه. نکته دیگری میخوام جناب استاد بزرگوار این اشاره کنم که بدون شک شاید انسان هم نسبت به دیگران اعمال انجام دادن، اعمال انجام دادن که یعنی برخی از افعال باعث شده که مردم نسبت به اونها بدگمان شوند. مثلا دین مبین اسلام دینیه که دروغ را نمیپذیره، دین مبین اسلام دینیه که غیبت را نمیپذیره، دین مبین اسلام دینیه که تهمت و بهتان و افترار با اینها مبارزه کرده و مبارزه میکنه. امروز اگر کسی بیایه به صفت مسلمان دروغ بگه، غیبت کنه، متاسفانه چون این اعمال خبیثه و رذیل، دروغ و کذب و غیبت و بهتان و افترا، اینها در بین جامعه اسلامی کم کم رواج پیدا کرده. اینجا خب طرف چند مرتبه دروغ شنیده، چند مرتبه غیبت شنیده، چند مرتبه. پس یکی از اسباب و عللی که سوء ظن پیدا شده از این ناحیه به اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، جناب استاد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شما ببینیم در حالی که یعنی سید الرسل، گمان هیچ کس بر رسول صلی الله علیه و سلم خراب نمیشد، خصوصا صحابه. رسول صلی الله علیه و سلم در اعتکاف نشسته‌اند، حضرت صفیه میایه از اونها، بالاخره وقتی پرسان میکنه در این اثنا صحابه، یکی از صحابه تیر میشه از راه و میبینه که رسول صلی الله علیه و سلم با صفیه حرف میزنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم او رو صدا کردن که بیا و بعد برایش گفتن که این صفیه هست، مادرتون صفیه هست، به خاطری که برای او شخص هم گمانی او رو برطرف کنن، برطرف بشه. پس در اینه که نسبت به اعمالی که در بین جامعه، مثلا در قسمت وعده، در قسمت عهد و پیمان و اینها که در بین جامعه بسته میشه، اما یک سلسله انسان ها عهد شکنی کردن، یک سلسله انسان ها وعده خلافی کردن، یک سلسله انسان ها آمدن به تزویر ظاهر نمایی کردن، یک عده انسان ها به ظاهر دیگران را فریب دادن. اینها از اسباب و عللیه که در بین جامعه سوء ظن پیدا شده. اما میخوام این نکته رو اشاره کنم. جناب اگر اجازه بدید، ما به خاطر که فکر کنیم که ما درباره اهمیت میخواستیم صحبت کنیم، بعد رفتیم طرف علل انتشار گمان بد. اگر اجازه بدید فقط اهمیت خلاصه کنیم. گفتیم که همین قدر بسنده است که حسن ظن نسبت به دیگران، نسبت به همدیگر گمان نیک و خوشبینی داشته باشیم که این فرمان الله است، دستور الله است و یکی از راهنمودهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و اینکه خود سوء ظن نسبت به دیگران عواقب خیلی مهلک در جامعه داره. همین قدر فکر کنم کافی است که ما نسبت به اهمیت این موضوع. جناب استاد بزرگوار، اهمیت این موضوع از خلال این آیات معلوم میشه. من نمونه تن اشاره میکنم. شما ببینیم این آیه مبارکه در سوره حجرات، الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. قبل از این آیه، چند آیت قبل از این آیه مبارکه، الله سبحانه و تعالی پیرامون اهمیت امنیت جامعه صحبت میکنه که در بین جامعه امنیت بیایه. حتی میگه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. بعد از این آیه پیرامون صلح و صفا و صمیمیت صحبت میکنه، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بینهما. بعد از این آیه انما المؤمنون اخوة، باز الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم.
در اینجا الله سبحانه و تعالی میخواد این رو نشان بده که امنیت جامعه میخواهید، صلح و صفا میخواهید، میخواهید بین شما برادری بیایه، محبت بیایه، بله. صمیمیت بیایه، پس متوجه گمان خود باشید. بله. این اهمیت رو نشان میده. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. در این آیه ما چند نکته اگر هست. بیایید جناب مانوس برخی از این آیه خود استدلال میکنن و بعد گمانیشان میگن بعد الظن، یعنی هست گمان هایی که نیک هم هست، میگن بدون بعضی شک، گمان‌های بد بدون شک وقتی ما میگیم حسن الظن و سوء الظن، من فقط میخوام که نکاتی که در این آیه هست به طور خلاصه و فشرده اشاره کنم که بیشتر اهمیت این موضوع را ما بفهمیم و بدانیم. اول این که گفتیم که الله سبحانه و تعالی در این سوره از امنیت جامعه صحبت کرد. بله. خب وقتی که به امنیت جامعه توجه داریم که در جامعه امنیت باشه، باید آبروی یک شخص، من میخوام این نکته رو بگم جناب استاد بزرگوار، امروز در دنیا حقوق بشر پیدا شده و فریاد میزنه درباره بشر. در هر منطقه‌ای که بحث حقوق بشر بیشتره، حقوق بشر در اونجا بیشتر پایمال میشه. حقوق بشر در امروز دنیای غرب فریاد میزنه حقوق بشر. دین مبین اسلام در کنار این که آبروی بشر را مد نظر گرفته، آبروی انسان را مد نظر گرفته، حتی قضیه‌ای که به زبان خود میگه ویل لکل همزة لمزه، ویل جای کسی که با چشم و لب خود دیگران را آزار بده، اذیت بکنه، چشمک و لبک داشته باشه. در این سوره میگه یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. استهزاء در اسلام وقتی میگه که تو کسی استهزاء کردی، تمسخر کردی، در این راستا. خب آیات زیادی داریم که تعرض به مال دیگران، به آبروی دیگران، بالاخره به زندگی دیگران. نکته اینجاست، از تعرض، از زبانی، اذیت دست، همه اینها، حتی الله سبحانه و تعالی میگه اجتنبوا کثیرا من الظن، در دل خود هم بدگمان نباش. این دیگه اوج حقوق بشر هست، حقوق انسان هست که الله سبحانه و تعالی به این تذکر میده و بیان میکنه. نکته دیگه اینه که الله سبحانه و تعالی در ابتدا میگه یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، ای کسانی که قلب شما منور شده به نور ایمان و طعم و لذت و حلاوت ایمان شما چشیدید، متوجه باشید که این خطاب قرآن برای شماست. ای اهل ایمان اجتنبوا کثیرا من الظن. نکته دیگر اینه که در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی در ابتدا میگه کثیرا من الظن و بعد میفرماید ان بعد الظن، بسیاری از گمان ها. یعنی انسان اگر متوجه خود نباشه، فوراً ذهن انسان، فکر انسان میره به طرف بالاخره به گمان های عجیب و غریب. اما متوجه میگه باش که در این قسمت بعضی از این گمان ها گناه هست، معصیت هست. چگونه گناه هست و معصیت هست و کدام زن محرم هست، حرام هست. ما وقتی که میگیم زن و سوء زن و گمان بد، کدام گمان؟ هر گمانی که در او دلیل انسان نداشته باشه، شخص گمان بکنه. من مثلا مثالهای در بین جامعه هست جناب استاد بزرگوار، اشاره میکنم. بعضی انسان ها به همه چیز سوء زن دارن، به همه چیز، نسبت به همه اطرافیان خود. خب چگونه؟ وقتی از اونها پرسان کنید چرا سوء زن داری، چرا نسبت به فلانی تهمت میزنی، چرا نسبت به فلانی، هیچ دلیلی نداره. دلیل که نداشت، این سوء زن حرام هست، این گناه هست، این معصیت هست. شخص می نشینه میگه فلانی بد آدم است، دلیل نداره. دختر فلانی بد است، پسر فلانی بد است. بیان میکنه که شما از تجارت فلانی خبر دارید، تجارت یا حرام هست. خب وقتی دلیل از او بخوایم، اگر دلیل داشت، این که قرآن میگه شما اجتناب کنید که بسیاری از زنها، از بسیاری از گمانها، و متوجه باشین که از این بسیاری از گمانها بعض اینا گناه هست، همینه. اگر دلیلی داشت
علما میفرمایند که اینجا اشکال نداره، دلیل داره. یک شخص از لحاظ این که جایی می نشینه میگه که فلانی تجارتش حرام هست، اگر دلیل داشت خب دلیل رو مطرح میکنه. اگر شاهد داشت نبع فاسق هم مطرح بله فاسق بنبع. این در این راستا خیلی مسئله مهمیه که در بین جامعه پدر نسبت به اولاد سوء ظن داره، اولاد نسبت به پدر سوء ظن داره. اگر دلیل واضح نبود، یا مثلا زن نسبت به شوهر سوء ظن پیدا میکنه، شوهر نسبت به زن سوء ظن پیدا میکنه، دلیل که نداشت، این سوء ظن حرام هست که الله سبحانه و تعالی میفرماید که این گناه هست و معصیت هست. اما میمونه در قسمت سوء ظن، علما میفرمایند که در قسمت سوء ظن میتونیم بگیم که دو صنف هست از صنوفی که ما نسبت به اونها حسن ظن یا سوء ظن داشته باشیم. یعنی دو گروه از مردم. یک گروه مردمی هست که ظاهراً به اونها تا به حال هیچ عیب و اشکالی دیده نشده، نماز میخوانن، روزه میگیرن، زکات میدن، انسان های صالح در بین جامعه معروفن به صالح بودن. حالا در بین جامعه هیچ کس به اونها اشکالی ندیده. اگر کسی نسبت به این اشخاص میای سوء ظن داره، این واقعا در ایمانش خلل هست. به این طایفه باید کامل ما چی داشته باشیم؟ حسن ظن داشته باشیم اعمال اونها. به این گروهی که به صلاح شهرت دارن. یک صنف دیگر یا گروه دیگر که به فسق و به فجور و گناه علنی شهرت دارن، به اینها باز جایز نیست که انسان حسن ظن داشته باشه. علنا گناه میکنن، به گناه خود افتخار میکنن و بالاخره در این راستا اینم به کدام دلیل؟ به این دلیل که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند همه امت من در خیرن، در عفوان، الا المجاهرون یا مجاهرین، مگر کسانی که اینها مجاهرین چی کسانی هستند؟ سوال شد از رسول صلی الله علیه و سلم که اینها چی کسانی هستند؟ کسانی که شب گناه میکنن، الله سبحانه تعالی بر اینها ستر کرده، پوشانده، و اینها فردا میآیند با اون گناه خود افتخار میکنن و او گناه یعنی پرده‌ای که الله بر روی اینها انداخته، اینها کنار میزنن و خودشان این گناه را علنی میسازن و با او افتخار میکنن. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند همه امت من در عفوان، در بخششن، الا کسانی که اونها پرده‌ای که الله بر اونها گذاشته اونها او پرده را بر میدارن، یا کسانی که در مخفی گناه میکنن، میاین بالاخره گناه خود را برای دیگران علنی میسازن. پس به این اشخاص دیگه جای حسن ظن نمیمانه، جای حسن ظن نمیمانه. اما میمانه بحث ما، حالا ما گفتیم که به یک عده، یک گروهی که گناه میکنه و گناه را علنی میکنه و اظهار میکنه، ما نباید حسن ظن داشته باشیم. بله. یک عده‌ای که کاملا در بین جامعه صالحن و جز صالحینن و اعمال صالحه را انجام میدن، به اینها باید ما کاملا حسن ظن داشته باشیم. اما بحث ما اینجاست جناب استاد بزرگوار که در بین جامعه ما متاسفانه که چنان سوء ظن پیدا شده که شخص نمیدانه به خاطر چی سوء ظن داره، به خاطر چی و به کدام علت. ما یعنی اصل و اساس در دین چی هست؟ اصل و اساس در دین اینه که ما حسن ظن داشته باشیم نسبت به برادر مسلمان خود، نسبت به خواهر مسلمان خود. ما باید گمان نیک داشته باشیم. قضاوت چنان سخته که ما جناب استاد بزرگوار یادم از یک قول یکی از علما بود که بیان میکنه که در قسمت حسن ظن و در قسمت این که حسن ظن داشته باشیم و ما وقتی قضیه برای ما کامل معلوم نیست، ما نباید بیایم سوء ظن داشته باشیم نسبت به برادر مسلمان خود، نسبت به خواهر مسلمان خود. یکی از علما بیان میکنه، میگه در تاریخ یک حاکم و یک حاکم جبار و ظالمی بود، بسیار ظالم بود و بعد تصمیم گرفت به قتل یکی از علما. گفت که فلان عالم باید کشته بشه.
باید به قتل برسه. و عالم ربانی بود، عالمی بود که مصروف درس و تعلیم و تدریس طلاب و اینها، و این حاکم ظالم تصمیم قتل این عالم رو گرفت. یکی از علمایی که در اطراف این پادشاه بود رفت شفاعت این عالم کرد، و بعد گفت که این را به قتل نه. گفت نه، من تصمیم گرفتم که باید سخت مجازات بشه و بزرگترین مجازات از همینه که باید به قتل برسه، کشته بشه. این عالم بسیار اصرار کرد و شفاعت این عالم نمود، و بعد به این نتیجه رسید که خب چند حاکم پذیرفت یا نه؟ حاکم پذیرفت. شفاعت این عالم رو پذیرفت نسبت به عالم دیگر. گفت که این را چند شلاقی بزن و تبعید کن، اخراج کن از این شهر. میره بالاخره از زیر حکومت و سایه تو بیرون میشه. پادشاه قبول کرد و بعد کل مردم رو جمع کردن و او حاکم ظالم این عالم رو چند شلاق زد و بعد تبعید کرد. کل مردمی که جمع بودن، این عالمی که شفاعت کرده این در کنار حاکم استاده بود، بله، و این عالم شلاق خورد. حالا مردم سوء ظن پیدا کردن نسبت به او عالمی که در کنار پادشاه بود، کسی که شفاعت این را کرده، شفاعت کننده، و این کسی که شلاق خورده، به این حسن ظن پیدا شد که این عالم چقدر عالم واقعا خوب بود، عالمی بود که در کنار پادشاه نرفت، اما او عالم دیگر رو ببین که در کنار پادشاه استاده هست، درباری هست. اینجا قضاوت میمونه برای ما در قسمت حسن ظن و سوء ظن. او عالمی که در کنار پادشاه بود خیلی دلش بیشتر درد داشت، اما نظر به مجبوریتی که داشت، نظر به مصلحتی که در اون وقت و زمان بود، که اگر او در کنار این حاکم جبار ظالم نمی بود، این علما یکی پی از دیگری شهید می شدن و کشته می شدن. اینجا مردم قضاوت کردن نسبت به او سوء ظن، نسبت به این حسن ظن، در حالتی که از اصل قضیه وقتی که انسان واقف میشه به هر دو حسن ظن پیدا میکنه که او عالم چقدر جان فدایی کرد، جان نثاری کرد که این عالم بزرگ را از قتل نجات داد، و این سرچشمه درس و تعلیم و تدریس سبب شد که قطع نشه. این عالم در هر جا که بره درس داره، تدریس داره، علما چراغ جامعه هستن، اطراف خود را منور میکنن. پس به اینه که انسان باید در اصل و اساس اینه که حسن ظن داشته باشه. ما بعضی وقت جناب استاد بزرگوار که قضاوت میکنیم، که خصوصا قضاوت عجولانه، قضاوتی که در او علم نیست، قضاوتی که در او معلومات درست نیست، در حد شنیدن هست. ما از شخص میبینیم که میگه فلان شخص بد آدم است. چرا بده؟ چی بدی داره؟ حالا از فلانی شنیدم که آدم خوبی نیست، فلان زن بد زن است، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله بدکاره هست. خب کی گفته؟ فلانی گفته. حرفایی که ما از دیگران شنیدیم، آیا از عواقب این خبر داریم که وقتی سوء ظن آمد چی عواقبی داره؟ یعنی عواقب سوء ظن جناب استاد بزرگوار، چقدر خانه ها ویران شد به خاطر سوء ظن، چقدر طلاق ها به وجود آمد به خاطر سوء ظن، چقدر اختلافات بین جامعه ایجاد شد به خاطر سوء ظن، چقدر انسانها کشته شد به خاطر سوء ظن، چقدر انسانها به محبس و به زندان رفت به خاطر سوء ظن، چقدر حقد و کینه و بغض و عداوت و دشمنی به وجود آمد به خاطر چی؟ به خاطر این بدگمانی و اینها، که همه در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عواقب و پیامدهای سوء ظن رو بیان میکنن. خب جناب مانوسه اگر اجازه بتین قبل از اینکه به عواقب گمان بد یا سوء ظن بپردازیم، میریم سراغ یک میان برنامه همراه با بیننده های عزیز و گرامی، و پس از میان برنامه انشاءالله در خدمت شما با ادامه موضوع خواهیم بود. امیدواریم که شما عزیزان نیز تا آخرین لحظات برنامه با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي
يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، بیشک برخی از گمانها گناه است. و در امور دیگران تجسس نکنید و بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مردهش را بخورد؟ به یقین از این کار نفرت دارید و تقوای الله پیشه کنید. به یقین الله توبه پذیر مهربان است. نور في الظلمات أمسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتحسني ذكر المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق. فالناس هذا حظه مال وذاك مكارم الأخلاق. يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأخلاق. خب بینندگان ارجمند و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم با ادامه موضوعمون که همانا خوشگمانی نسبت به عموم مردم است. و جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری قبل از میان برنامه در رابطه با اهمیت حسن ظن نسبت به عموم مردم صحبت‌هایی داشتند و از خلال آیات قرآنی و احادیث نبوی این موضوع را روشن نمودند و حالا می خواهیم نسبت به عواقب بدگمانی که بدگمانی چه تبعات و چه عواقب ناگواری داره و در این شکی نیست که وقتی ما همواره از عواقب و تبعات یک موضوع واقف میشیم و مطلع میشیم اقدام به آن کار نمی کنیم، اقدام به آن عمل نمی کنیم. ما میخوایم بدانیم که جناب مولانا که سوء ظن نسبت به مردم احیانا وقتی یک فعل، یک کردار، یک گفتاری از طرف یک شخص صادر میشه ما نسبت به همه افعال طرف بدگمان میشیم. این بدگمانی ما نسبت به جانب مقابل، خواه فرد باشه، خواه گروه باشه، خواه مؤسسه باشه، چه عواقب و تبعات ناگوار را در پی داره؟ بدون شک وقتی که الله سبحانه و تعالی ما از یک عمل یا از یک فعل ما را باز می‌داره، الله سبحانه و تعالی خبیر هست، الله سبحانه و تعالی علیم هست، الله سبحانه و تعالی حکیم هست. بدون شک اگر او
چیزی که الله ما را از او باز داشته و انجام داده میشه و صورت میگیره عواقب خطرناک داره، هم در دنیا و هم در آخرت. چرا که ما نمیدانیم، چون ما نمیدانیم، ما واقف نیستیم و اما بعضی ما رو واقف کرده. بدون شک الله سبحانه تعالی در این آیه‌ای که پیرامون ظن و گمان هست و حدیثی که رسول صلی الله علیه و سلم عواقب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن. الله سبحانه تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم. اولین گناه. وقتی که در سوء ظن گناه به وجود آمد، الله سبحانه تعالی گناه ها رو بیان میکنه. وقتی که سوء ظن آمد، الله سبحانه تعالی میفرماید نتیجه چی میشه؟ عواقب ولا تجسسوا، تجسس پیدا میشه. مجردی که سوء ظن، مثلا اگر مرد نسبت به زن سوء ظن داشت، حالا دیگه او قوه ها و او فرمول های تجسس زنده میشه که این زن کجا رفت، کجا شیشت، با کی حرف زد، چی گفت، چی کار کرد. کل ذهن و فکر این مرد مصروف این سوء ظن ازی شده. و یا عکس از زن، وقتی سوء ظن پیدا شد کل فکر و ذهن این زن طرف مرد میشه، مرد کجا رفت، کجا شیشت، با کی حرف زد، چگونه و در این. خود این از خیلی از مسائل زندگی خود انسان رو باز میداره. وقتی فکر انسان مصروف بود، فکر انسان مشغول بود. اگر شما فکر کنید که اگر بین یک مدیر اداره سوء ظن پیدا شد نسبت به کارگرای زیر دستان او، عمال او، اگر سوء ظن پیدا شد نسبت به مأمورینش، دیگه حالا این مدیر و این آمر نمیرسه که به اصل قضایایی که کارش هست فکر بکنه. همیشه فکرش طرف مأمورینش و کارگرانش و زیر دستانش هست. یعنی فعالیت آن اداره عمل کلی آن اداره سر جای خود برهم میخوره. و اگر اون کارگرها و اون مأمورینی که در یک اداره هست، حالا چی اداره کوچک چی اداره بزرگ، اینها سوء ظن پیدا کردن نسبت به مدیر خود، دیگه کار دیگه به او ذوق و به او شوق و به او فرحت و به او تراوت و به او علاقمندی پیش نمیره. اینجا الله سبحانه تعالی عواقب رو بیان میکنه. میگه وقتی سوء ظن آمد گناه میآید. از جمله گناهات تجسس پیدا میشه. تجسس که پیدا شد، بعد از تجسس که قرآن میگه ولا یغتب، غیبت نکن، غیبت به وجود میآید. دیگه هر کس در جای می نشینه و بالاخره از این قضیه و به ابتدا تجسس میکنه، بعد نسبت به او حرف میزنه هر روز در این راستا. پس از جمله عواقب سوء ظن گناه هست، معصیت هست و این هاست. در حدیث که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند ایاکم، ما را بیم میدن، ما را متوجه میسازن که متوجه باشی، هشداره. ایاکم و الظن، چرا؟ فإن الظن اکذب الحدیث. یعنی ما میتونیم بگیم که بزرگترین دروغ، بدترین دروغ و زشتترین دروغ گمان بده. شخص ما چگونه گمان بد؟ جناب استاد بزرگوار در قسمت گمان بد، یعنی بعضی وقت بین جامعه یک شخص 100% نسبت به خواهر مسلمان خود، برادر مسلمان خود، نسبت به همسایه خود، نسبت به همکلاسی و همسینفی خود، نسبت به کسی که در داخل یک اداره هست کار میکنه، 100% گمان بد میکنه. نگاه میکنه که 180 درجه فکرش به خطا رفته بوده، چیزی که او فکر میکرده او نبوده. چگونه؟ ما مثلا من مثال بیان میکنم. میگه یک وقت جناب استاد بزرگوار ادامه حدیث عواقب رو بیان میکنه که انشالله بعدا اشاره میکنم. میگه شخص داخل موتر نشست با 5 نفر 6 نفر اولادهای خود، داخل سرویس بود، سرویس موتر عمومی، اتوبوس. این اولادها چنان سر و صدا میکردن، چنان سر و صدا جیغ میزدن، کل اشخاصی که داخل این اتوبوس بودن همه اذیت شدن، سرنشینای اتوبوس همه. بعد گمان
این سرنشین ها و این کسانی که داخل این اتوبوس بودن همه به این بود که چقدر پدر بی تفاوت هست، چقدر پدر است که هیچ فرزندان خود را تربیت نکرده، این فرزندان خود را متوجه نمی سازه. وقتی این اطفال اینقدر بیادب باشن، اینقدر بالاخره شوخ باشن، اینقدر چی باشن، این پدر چقدر حس نداره که با این اولادها بگه که یک لحظه آرام بشینید. کل این اشخاص ذهن نافکر ناگمان اینا نسبت به پدر این اطفال بد شد تا یک مسیر راه دیگه کل این سرنشین های و این اشخاصی که داخل اتوبوس بودن دیگه حوصله اینها از سر رفت. یکی از اون طرف صدا کرد، شروع به ملامت کردن. هر کدام یک چیز گفتن و بعد این پدر گفت که میفهمم شما را اینا اذیت کردن، میدانم اینها زیاد شوخی کردن، زیاد سر و صدا کردن، من اینها را فقط از خانه بیرون کردم، به یک مسیر راه میبرم. مادر اینها فوت کرده و تا مادر اینها از خانه او را انتقال بدن، تشییع جنازه بشه و در قبرستان بره، ما باید تحمل کنم سر و صدای این اطفال. بله. جناب استاد میگه وقتی که کل اشخاصی که داخل منتظر بودن این قضیه که شنیدن، سوء زن 180 درجه تغییر کرد، بیامد به حسن زن نسبت به اطفال. حالا هر کدام صدا میکنن که بیا این شوخی، کل این سر و صدا در شانه ما بکن، بیا در پیش ما، بیا در این. پس به اینه که قضاوت و عذر به تراشی در این راستی که اصل و اساس حسن زنه که این شخص ما باید از او پرسان میکردیم فلانی چرا اینها اینقدر شوخی میکنن، چرا اینقدر سر و صدا میکنن، چرا اینقدر، تو چرا چیزی نمیگی؟ بهتر این که حکم بکنیم و در دل خود چیزی در دل خود چیز نگاه داشته باشیم. پس به اینه که ثمره و نتیجه سوء زن اینه که ما نسبت به دیگران بدگمان میشیم، حقد به وجود میآیه، کینه به وجود میآیه. اگر اینها واقف نمیشدن از اصل و اساس این قضیه، دیگه در دل اینها همیشه کینه بود، همیشه حقد بود، همیشه حساد، همیشه عداوت بود، همیشه در این راستا. پس به اینه که از جمله عواقب و نتایج سوء زن اینه که رسول صلی الله علیه و سلم در ادامه این حدیث میفرمایند ولا تحسسوا ولا تجسسوا. شما زود حساس نشیم، شما زود متوجه باشیم که به تجسس و به اینها دیگه شروع نکنیم. وظیفه شما تجسس نیست، وظیفه محتسب اینیه که بیاید تجسس بکنه که دیگران چی فعل دارن، چی افعال دارن در این راستا. در جستجوی عیوب نباش، در جستجوی عیوب. در ادامه میفرمایند ولا تحاسدوا، شما حسد نورزید. یعنی چی؟ یعنی اگه سوء ظن داشتید شما حسود میشوید. در ادامه میفرمایند ولا تباغضوا، شما اگه سوء ظن داشتید همیشه در اضطرابید، نگرانید، پریشانید، بغض دارید، همیشه بالاخره در حال عداوت و دشمنی و اینها به سر میبرید. ادامه میفرمایند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و کونوا عباد الله اخوانا، شما باشید ای بندگان خدا، شما برادروار زندگی کنید. برادر نسبت به برادر همیشه حسن ظن داره، سوء ظن نداره. الله سبحانه و تعالی قبل از این آیه اجتنبوا کثیرا من الظن میفرماید انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون. نتیجه میشه که رحم میآیه، شفقت میآیه، رحمت پروردگار عالم میآیه. پس به این عواقب و ثمره و نتیجه. و همچنین از جمله عواقب که قبلا اشاره کردیم اینه که بین جامعه اختلاف به وجود میآیه. وقتی بین جامعه اختلاف به وجود آمد، وقتی بین سوء ظن نسبت به یک تاجر مسلمان پیدا شد، خب تجارت از بین میره. به خاطر سوء ظن چقدر تجارت ها از بین رفته، به خاطر سوء ظن چقدر سله ارحام قطع شده، بس به خاطر این سوء ظن چقدر اختلافات خانوادگی و در منطقه و در قریه و در یک شهر به وجود آمده. پس اینها همه از عواقب سوء ظن هست که نکته اخیرم اینه جناب استاد بزرگوار که سوء ظن وقتی گناه شد، سوء ظن تهمت هست. تهمت که به وجود آمد در روز قیامت از جمله گناهانی که الله سبحانه و تعالی نمی بخشه الا که مگر طرف راضی بشه، یکی مسئله تهمت هست که حق الناس هست. در صحرای محشر شخص میآید که
فلانی بر من تهمت زد، من پاک دامن بودم. فلانی مرا بدکاره گفت، من بدکاره نبودم. فلانی مرا حرامخوار گفت، من حرام نمیخوردم. فلانی مرا و زن و فرزند مرا و بالآخر زشت گفت، من زشت نبودم. امروز روز عدل و عدالت هست که الله سبحانه و تعالی برایش میگه حالا دیگه از حسنات خود برای این بپرداز. اگر حسنات نداشت از گناهان اینها برداشته میشه برای او شخصی که تهمت زده و سوء ظن داشته نسبت به برادر مسلمان خود و نسبت به خواهر مسلمان خود. پس عواقب خطرناک و مهلک در دنیا و آخرت داره. جناب بانو صاحب، به اضافه صحبت‌های شما اگر به لحاظ سود یا عدم سود اقتصادی روز اگر ما این موضوع را بسنجیم و فکر کنیم، میبینیم که وقت شما گفتین که نسبت به طرف بدگمان میشه، دست به تجسس میزنه، دست به غیبت میزنه و این تجسس یا جستجوی عیوب طرف مقابل زمانگیر است، وقت انسان میگیره و وقت در جامعه باعث اگر وقت انسان تلف شد چرخ رشد و چرخ توسعه و چرخ پیشرفت در سطح خانواده، در سطح مدرسه بگیم، در سطح یک اداره، در سطح یک روستا، یک شهر و بالاخره در یک جامعه بزرگ چی میکنه؟ کند میکنه با بالاخره باعث عقب ماندگی جامعه میشه. چون وقت خود به جای اینکه ما در تولید و در توسعه و در پیشرفت جامعه و در همبستگی و اتحاد و همدلی افراد جامعه صرف بکنیم، صرف تخریب میکنیم، جلو رشد و جلو توسعه را ما میگیریم. خب جناب مولانا صاحب، اگر از عواقب وقتی به عواقب بد گمان بد واقف شدیم و فهمیدیم، حالا میخوایم راه حل، راهکار یا به تعبیر دیگر چگونه ما میتونیم در جامعه ما خوشگمانی و مثبت نگری و حسن ظن ترویج بدیم و رشد بدیم که هر فردی از جامعه حسن ظن داشته باشه نسبت به یک دیگر، خوشگمان باشه نسبت به یک دیگر. چطور ما میتونیم، چطور این امکان پذیر است در سایه این بدگمانی هایی که در جامعه ما سایه افکنده؟ در قسمت راه حل که ما بیاییم سوء ظن تبدیل کنیم به حسن ظن یا حسن ظن رشد بدیم. اصلا فکر کنیم که اصلا سوء ظن بیخی وجود نداره. حسن ظن کم رنگ است، ما میخوایم پر رنگش بکنیم. اولا نکته اینه که ما باید این قضیه رو بفهمیم و بدانیم که الله سبحانه و تعالی ما در دنیا وقتی آورده، از تمام این حرکات ما، از اقوال ما، از گفتار ما، از کردار ما، از همه روزی پرسان میشیم. روزی ما پرسان میشیم، چقدر حرف زدیم، از آنچه که دیدیم، از آنچه که شنیدیم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول هستیم. از همه باید جواب بدیم. یک نکته وقتی که ما میگیم باید جواب بدیم، الله سبحانه تعالی ما را به اشیای امر کرده، از اشیای نهی کرده. در قرآن و در احادیث در هیچ جا نیامده که شما نسبت به برادر مسلمان خود، نسبت به خواهر مسلمان خود شما سوء ظن داشته باشید، بدگمان باشید. پس این قضیه ما باید مسئولیت که وقتی در سوء ظن نداریم، ما مسئولیت نداریم به چیزی که مسئولیت نداریم، ما چی لازمه که به او قدم بگذاریم؟ از این چی آید برای ما؟ از این که ما بیاییم نسبت به خواهر مسلمان، برادر مسلمان خود بدگمان باشیم، از جمله فایده های مادی و معنوی این چیست؟ چی منفعتی را در پی داره؟ یعنی نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، یک شخص یک گناهی میکنه، از بعضی گناه ها چند روزی لذت میبره، از بعضی گناه 10 دقیقی لذت میبره، از بعضی گناه بالاخره یک مدت لذت میبره. اما از این گناهی که نه لذت این لمسی هست، نه لذت این دیدنی هست، نه لذت این، جز خسران و زیان
چیزی به بار نمیاره، پس چرا به این قدم گذاشت؟ چرا ما بالاخره گمان خود را نسبت به خواهر مسلمان، برادر مسلمان، نسبت به تجارت شخص، نسبت به زندگی شخص، پس به اینه که ما وقتی مسئولیت نداریم. در قبال مسئولیت ما اشاره کنم، شیخ شنقیطی رحمه الله که یکی از مفسرین عصر هست، از علمای عصر هست، یعنی میفرمایه که حتی باللعن کردن شیطان لا یوجر، اجر داده نمیشی، یعنی لازم نیست. الله سبحانه و تعالی به هیچ جا نگفته، در حالتی که شیطانی که خداوند به صراحت قرآن گفته که فانک رجیم، رجیم یعنی ملعون، شیطانی که ملعون گفته شده در هیچ جا گفته نشده که شما شیطان لعنت کنید. اگر شیطان لعنت کردیم صاحب اجر میشیم. شیخ شنقیطی رحمه الله میگه حتی به لعن شیطان، از شیطان پناه ببریم ولی لعن نکنیم، در لعنی و بالاخره صاحب اجر نمیشیم. فرعون در قرآن ملعون گفته شده، اما در هیچ جا گفته نشده که شما اگر فرعون رو لعن کردیم و لعنت کردیم و بالاخره چقدر صاحب اجر. خب وقتی که ما به این دو دشمن بزرگ، به ابلیس، به فرعون، که هر دو دشمنان الله سبحانه و تعالی، به لعن و بالاخره به اینها ما صاحب اجر نشیم، پس این که بعض انسان ها در بین جامعه میگه فلانی نعوذ بالله کافره، فلانی فاسقه، فلانی فاجره، فلانی بالاخره فلان و فلان و فلان و فلان، همه را نگاه میکنیم بدون موجب و بدون دلیل و بدون بینه. پس این انسان باید متوجه باشه که روزی از حرفهای خود سوال میشه. وقتی ما جناب مولانا صاحب، وقتی ما در قبال امر یا درس یا یک روی کرده، یک کار کرده مورد امتحان قرار میگیریم، امتحان به معنای آزمون، یک آزمون در پیش از ما پرسان میشه که ما باید پاسخگو باشیم، ما باید آمادگی بگیریم. وقتی در مقابل امر دیگری که ما اصلا مسئولیت نداریم، چرا در ارتباط با آن آمادگی بگیریم؟ نکته دیگر اینه که دیگران را معذور بدانیم. چگونه معذور بدانیم؟ از معذور دانستن. التمسوا لاخیکم عذرا. در این خیلی مسئله مهمیه. یعنی اگر در روز قیامت ما اشتباه عذر در روز قیامت اگر ما تعریف و توصیف یک شخص کردیم، از ما سوال کردن چرا تعریف کردی از فلانی؟ خب لااقل یک خوبی که حتما یکی از علما بسیار سخن جالبی میگفت که همین ساعتی که هیچ ماشین هم نداشته باشه، ساعتی که هیچ استفاده نشه از او، در 24 ساعت 2 مرتبه راست میگه. مثلا اگر عیار بود به ساعت 12، یک مرتبه به 12 روز راست میگه و یک مرتبه به 12 شب. یک ساعتی که هیچ بیکاره است، ما میتونیم به او 2 صفت خوب و یا 2 خوبی پیدا کنیم که یک مرتبه روز راست میگه، یک دفعه شب. انسان او هم انسان مؤمن مسلمان، درسته با همه کاستی ها، هیچ کس، ما میگیم بعد از انبیا هیچ کس دیگه معصوم نیست، با همه کاستی، اما انسان خوبی داره. وقتی ما خوبی شخص رو بیان میکنیم، او به پیشگاه خدا اجر داریم، اما ما میگیم بدی یک شخص رو بیان میکنیم، اگر دارای او بدی نبود، پس این مسئولیت عظیم و بزرگ. ما شخص رو معذور بدانیم. چگونه معذور؟ ما جناب استاد بزرگوار مثلا در بین جامعه متاسفانه به نیتهای دیگران قضاوت میشه. خب نیت یک مسئله‌ایه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی میفرماید المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست، لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره، ظلم نمیکنه، او رو تحقیر نمیکنه، او رو خوار نمیکنه. بعد میفرمایند بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم، ادامه میفرمایند کل مسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه، مالش، خونش، ابرویش، همه اینها باید در امن و در امان باشه. ادامه میفرمایند التقوا ها هنا، در حدیث رسول الله میفرمایند و یشیر الی صدره، التقوا ها هنا، تقوا اینجاست. ما امروز متاسفانه قضاوت ما بر قیافه هست، قضاوت ما بر ابا و قبا هست، قضاوت ما در همین چیز ظاهری هست. ما نمیتونیم یک شخص به ظاهر از اون بگیم این متقی هست. ما یه چیزی در بین جامعه ظاهرا میگیم که فلانی نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، آدم خوبیه،
اما تقوا در قلب انسان هست. در ادامه در روایت دیگه رسول صلی الله علیه و آله میفرماید ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. الله در دلها نگاه میکنه. پس به اینه که ما شخص را معذور بدانیم و با نیتهای دیگران قضاوت نکنیم. من مثال بیان میکنم که درباره حسن زن از لحاظ شرعی جناب استاد حکم اینه که شخص رو میبینیم که از قمارخانه، از جای فسق و فجور بیرون شد. حالا دیگه یک مکانیه که معروف، شرابخانه، جای فسق، جای فجور، هر چی که بالاخره جای گناه و معصیت. اما یک شخص رو دیدیم که از اونجا بیرون شد، چون ما ندیدیم در حال خوردن، ما ندیدیم در حال فسق، ما ندیدیم در حال فجور، از آن مکان بیرون شد در حال گنس و گیج، دست خود را به این دیوار میگیره، دست خود را به این دیوار میگیره و بالاخره ما حاله در اینجا چی قضاوت کنیم؟ قضاوت این باشه که خورده؟ آیا قضاوت این باشه که گناه کرده؟ قضاوت این باشه که چنان نعوذ بالله شراب خورده که گنس و گیج بیرون شده؟ شریعت برای ما میگه چون ندیدی که خورده، ندیدی که فساد کنه، ندیدی که در اونجا به گناه و معصیت، قضاوت تو این باشه که این شخص رفته در اونجا، جایی که مفسدین بودن، جایی که فسادکارا بودن، رفته که امر به معروف و نهی از منکر کرده، ای را چنان زدن که گنس و گیج از اینجا بیرون آمده. سبحان الله. اینه دستور یعنی اسلام. ما مسئولیت داریم، ما مأموریت داریم که شخص معذور بدانیم، حتی در این حالت که در این حالت که گمان تقریبا 99% در حالت، چون ما به چشم سر ندیدیم. متاسفانه امروز گفته شده دختر فلانی بد دختریه. کی گفت؟ فلانه کس گفت. آیا ما میدانیم که در روز قیامت در قبال چی مسئولیت داریم؟ پس از جمله راه حل ها دیگران را معذور بدانیم. وقتی دیگران را معذور دانستیم خود به خود حسن ظن پیدا میشه. سوم، کلام را توجیه کنیم. وقتی سخن را میشنویم توجیه به دست خود ما هست. وقی میفهمیم و میدانیم و در این راستا توجیه کنیم هدف فلانی چنین نبود، چنین هست، چون ما نمیدانیم، ما از زبان خودش نشنیدیم، ما نمیتونیم در این راستا ما سوء ظن داشته باشیم نسبت به شاید نیت خوبی داشته باشه، مثل که میگیم شاید هدف نیکی داشته باشه، منظور شاید چنین نباشه، چنان باشه. و همچنین از جمله راه حل اینه که ما عواقب سوء ظن هر لحظه فکر بکنیم، مد نظر داشته باشیم. الله سبحانه و تعالی این سینه را داده که در این قلب ما باید آنچه که الله دوست داره حمل کنیم. الله سبحانه و تعالی دوست داره خوشی و زیبایی و مهربانی و محبت و اینها، نه این که ما بیایم اینها را دور بندازیم، بیایم به جا از کینه و بغض و عداوت و دشمنی و اینها را حمل بکنیم. نکته اخیر اینه که جناب استاد بزرگوار، یک دقیقه وقتی بیشتر ندارم، فرصت از شما جناب، فقط امیر اشاره میکنم. شاید بعضی انسان ها بگن که ما خب سوء ظن داریم نسبت به فلانی، دیروز گناه کرد، دیروز شراب نوشید، دیروز بالاخره در فلان گناه و فلان. از این نباید فراموش کرد که اگر دیروز گناه کرد، از دیروز تا امروز شب در میان آمده که الله سبحانه تعالی یبسط یده باللیل لمسیء النهار لیتوب مسیء النهار. الله در شب دست دراز میکنه تا گناهکاران روز دست بر دست الله بگذارن و توبه کنن. و دیروز اگر گناه کرد ما نمیدانیم، شاید شب دست بر دست الله گذاشته و شده یکی از محبوبان پروردگار عالم. الله سبحانه تعالی بر همه ما توفیق بده که بر همه بندگان الله سبحانه تعالی حسن ظن داشته باشیم و خصوصا و بالاخص چون برنامه گذشته ما بود حسن ظن به الله سبحانه و تعالی داشته باشیم. پروردگار عالم بر همه ما توفیق حسن ظن و نیت حسن ظن عنایت بفرمایید. تشکر جناب مولانا صاحب بزرگوار و همچنین تشکر میکنم از شما بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه برنامه خودتان، برنامه خلق عظیم را و موضوع زیبای خوشگمانی در
ارتباط به مردم یا نسبت به عموم مردم را شنیدید. امیدواریم که مستفید شده باشید از صحبت‌های جناب مولانا صاحب بزرگوار و امیدواریم که الله متعال به همه ما گمان نیک نسبت به یک دیگر را عنایت بفرماید. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما گرامیان را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق فقد اصطفاك مقسم الأرزاق حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتحسني ذكر المروءة والندى